با علی عبداللهی مادر حسن مادر حسین مادر حسن مادر حسین قسمتم قربازم بین الحرمه قسمتم قربازم بین الحرمه راهی کن حرم ای ماه شبم راهی کن حرم دل ماه شبم این شبهای تنگ تل زینبم این شبهای تنگ تل زینبم یا زهرا مدد یا زهرا بیا این طرف یا زهرا اسمت اللهی تو حجت اللهی تو در میدان نبردی روی بازوی اسد اللهی تو در میدان نبردی روی بازوی اسد اللهی تو رسمت النبی وحی منزلی رسمت النبی وحی منزلی ظاهر زهرایی باطن علی عمر رو فرستادن. عمر هم شکست خود فرار چپ برگشت. اینجا بود که پیغمبر فرمود فردا پرچم اسلام و جنگ را به دست کسی خواهند داد که فاتح خیبر هست. کسی که کرار و غیر فرار دیگه فرار نمیکنه فاتح هست. فردا شد وجود مبارک مولامون آقا امیرالمومنین خدمت پیغمبر رسید یا علی پرچم رو بگیر قلعه رو فتح کن. مولامون رفتن جنگیدن دو تا جنگی خیلی قوی داشتن اونها رو به درنگ واصل کردن و به قدرت الهی با دستان مبارک درب قلعه خیبر که چندین نفر نمیتونستن تکون بدن از جای کندن شدن فاز. بفرمایید خوش آمدید. مانم بفرمایید آقایون پشت سرتونن. آیات قرآن انفالی که بدون جنگ به تصرف مسلمانان جلب خانم محترم پس فردا باز به جنگ می‌ذارم. خانم آقا داره بزرگ یا هست عزیز ما بالا برق بیا پایین بیا پایین دیوارا استندین ساسا به لیلم بفرما یا علی مدد. جواد تمومه؟ دستت به شیش گوشه امام حسین برسه. یه مقدار سریعتر یا علی مدد. آقایون پشت سرتون هم بفرما. واقعه قدیر و اینجا تصویر اینجا جاییه که وقتی یه شوخی کاملا نمون. Welcome after standing in South استنزار فاطمه زهرا فاطمه زهرا تا 40 شب دست امام حسن امام حسین رو میگرفتن به در خانه انصار و مهاجرین میرفتن و از اونها یاری میخواستن. اما مردم بی‌وفای این شهر رو برگردوندن. بعضیا در خونه رو باز نکردن، بعضیا از تو خونه هاشون جواب دادن، گفتن دیر اومدید، اگر زودتر اومده بودید با شما بیعت میکردید. بعضیا مثل این پیرمرد معاذ بن جبل عذر و بهانه آورد که من تنها نمیتونم کاری بکنم. خدا نکنه ما جزو کسانی باشیم که شونه خالی کنیم از یاری کردن امام زمانمون. دعا کنیم
این تسبیح هایی که دست ما هست تو این کوچه ها قدم برمیداریم بدون حاجت صلوات نفرستیم. دعا کنیم برای آقامون صاحبمون منتقم فاطمه زهرا امام زمان تا اون آقا ما رو دعا کنن سلامتی و ترقی در همه فرد. صلوات Arruja pensa ver o homem mola Hassan da namre ona vidin fiyuzga. ما کافیه. ما نیازی به وصیت پیغمبر که سفارش به امیرالمومنین و بچه‌هاش باشه نداریم. بفرمایید ادامه مسیر. بفرمایید. بسم الله الرحمن یاری خواستن فاطمه زهرا برای امیر مومنان. نوشتن که حضرت زهرا سلام الله علیها تا 40 شب دست امام حسین میگرفتن به درد خانه انصار مهاجرین میرفتن. خود اونها یادآور میشدن شما در قدیم با امیر مومنان بیعت کردید از چند سنگرد تا فهمیدن فاطمه زهرا خوشیدن. سوزم ربانه کاش به جای تو من میمردم مانه کاش به جای تو من میمردم بین کوچه سینه میخوردم مانه کاش به جانم بفرمایید عزیزم آقایون میان باید برین یا علی خوش آمدید. عزیزم خوش آمدید. یاد بابا شو حسین جان چقدر سر سفره رو شب نشستیم رو غیر یا یتیمی
طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، مخصوصا شما بازدید کنندگان و زائرین کوچه های قربت مدینه و نمادی از بقیع قریب و نمادی از تابوت تیرباران شده قریب کلنجار وسط شاله یکی روزه بکن آیاتیش سمت مزمار رو ایدن